حمیدرضا نورعلیزاده هستم. خب به لحاظ آکادمیک مهندس صنایع‌ام توی همه مقاطع تحصیلی، به لحاظ حرفه‌ای صنعت بیمه، صنعت خودرو و صنعت پالایشگاهی رو تجربه کردم. اگه چکیده بخوام بگم، دغدغه‌م تحول راهبردیه، یعنی چیزی که خیلی منو به خودش مشغول کرده تو این سالها اینه که چجوری میتونیم یک راهبرد داشته باشیم. حالا تو این کیسی که انشالله با هم صحبت میکنیم کیس تحول دیجیتاله و اون راهبرد رو چگونه میتونیم پیاده سازیش بکنیم و چه ابزارها و چه بینش و رویکردهایی وجود داره برای اون تحول. این در واقع مختصر اون چیزی بوده که توی سالهای گذشته اندوختم. یک دامنه وسیعی از اقدامات و یا اسکوپ وسیعی میتونه داشته باشه. حالا از یه چیز کلاسیکی مثل ساختمان ساختن و یا چیزای استانداردی مثل پالایشگاه ساختن و نیروگاه ساختن تا موضوعات پیچیده تری که منظور از پیچیده اینه براش الگوریتمی وجود نداره، براش در واقع WBS روشنی براش وجود نداره، مثل موضوعات تحول در واقع. که خب چیزی که در واقع دغدغه من بوده و رویکردم برای ورود بوده این حالت دومه که در واقع ما یکم شاید از موضوعات عینی‌تر و ابجکتیو دور بشیم، به موضوعات مفهومی‌تر توی موضوع پروژه در واقع بپردازیم. شاید این اپیزود که اپیزود سوم در واقع این بخش محسوب میشه، اونهایی که علاقه‌مندن به موضوعات انتزاعی تر و مفهومی تر براشون جذاب باشه. البته این به این معنی نیست که از این مطالب توی جاهایی که کمی ملموس‌تر نمیشه استفاده کرد. به نظر من میشود از این مفاهیم توی موضوعات ملموس‌تر هم استفاده کرد و کمک بکنه که ما یه سری کارکردهای این مفاهیم رو توی لایه‌های بگیم متعارفتر مدیریت پروژه و ملموس‌تر مدیریت پروژه هم بتونیم استفاده کنیم. اما اون چیزی که بیشتر دغدغه من بوده و تجربه بوده توی موضوعات نرمتره که به تحول در واقع نزدیک میشه. ابداع بچه‌های آیتیه، یعنی بچه‌های آیتی میشه گفت هر کسب و کار انگار یه کانتریبیوشنی داشته توی علم مدیریت. مثلا تیلور اگه از موضوعات مکانیکال و اون موج مس پروداکشن در واقع موضوع رو شروع کرده و ما تحت عنوان مثلا مدیریت علمی داریم، شما اگه اینجا نگاه بکنید مثلا روانشناسا که وارد علم مدیریت شدن و اپروچ روانشناسی رو آوردن و انسانگرایی و رفتارگرایی رو آوردن، انگار چابک و آیتی من ها آوردن و موضوعش این بود که اینها نمیدونستن اون زینف چی میخواد. یکم عمیق‌تر خود زینف هم نمیدونسته چی میخواد و بعد خود این یه تکاملی پیدا میکرده در طول کار و مدام ما اصلاح نیاز داشتیم که در واقع تو این اصلاحه تازه هم اون حالا بهش میگن اونر دیگه، هم اونر اون کار میفهمیده، اون مالک اون کار متوجه میشده که چی میخواد، هم اون آیتی منه که میخواسته اون کار رو دیولوب بکنه میفهمیده که مثل که ما فهمیدیم چی میخواستیم. یه حکایت قدیمی من یادم اومد، هگل خیلی ثقیل حرف میزده، هگل آلمانی زبان، بعد آثارش که به فرانسوی ترجمه میشده میرفته ترجمه آثارش رو میخونده، میگفته فهمیدم چی میخواستم بگم. این پیچیدگی انگار توی موضوعات آیتی وجود داشته که مثلا اون اونر کسب و کار، اون مالکه یه چیزی میخواسته، حتی خودش شاید آگاه نبوده به چیزی که میخواسته، اون آیتی منم نمیدونسته که این چی میخواد اما فکر میکرده فهمیده چی میخواد و بعد شما میبینی که یه پروژه نرم افزاری سالها طول میکشه و نهایتا هم اون چیزی که ما میخواستیم نمیشه.
این اپروچ چابک رو وارد میکنه که ما به جای اینکه بعد 2 سال بفهمیم که چه گافایی دادیم، بتونیم به صورت مستمر در واقع بازخورد بگیریم و همزمان کلی مفاهیم دیگه مدیریتی هم تکامل پیدا کرده بوده و به این اضافه شده. این در واقع مهمه که ما خواستگاه در واقع یک اپروچ رو داشته باشیم. این یک خواستگاه. یه خواستگاه دیگه هم موضوع تحوله. تحول خب همیشه وجود داشته. بالاخره اگر شما تاریخچه تکامل رو ببینید، این در موجودات زنده در کسب و کارها وجود داشته. اما اینقدر این حالا 50 سال گذشته، مشخصا 20 سال گذشته و احتمالا هرچی جلوتر میریم، اینقدر تغییرات محیطی و پویایی محیطی زیاده که انگار داره تحمیل میکنه به ما که دیگه باید ما یه اپروچ های دیگه‌ای رو به کار بگیریم که بتونیم سریعتر خودمون انطباق بدیم. بنابراین موضوع چابک روی مقوله تحول و موضوعاتی که میخواد تحول رو پیاده سازی هم بکنه اثر داشته که حالا دست بر قضا تحول دیجیتال هر دوتای اینا رو داره. یعنی تحول دیجیتال هم موضوعات پویایی های محیط تو مقوله تحول و سرعت اونه، هم خود دیجیتال یه موضوعی که حذف شد که چون اصلا خواستگاه چابک در واقع اونجا بوده، در واقع ما رو به این سمت رهنمون کرده که پس ما ابزارهای چابکی نیاز داریم که بتونیم این کار رو برای ما بهتر انجام بدیم. جنبندی بکنم این بخش از صحبتم رو. ما رسیدیم به این که ساختاری نیاز داریم برای موضوع تحول دیجیتال و این هم از جنبه تحول هم از جنبه دیجیتال هر دو ما رو راهنمایی کرد به موضوع چابک از اپروچ هایی که ما یک کمی شسته رفته ترن، یا دقیق‌تر بگم انگار اسکوپ کار و جزئیات کار روشن‌تره و قابل اقتباس از موارد مشابه پیشینه ما رو جدا کرد به سمت پیشبینی ناپذیری، پویایی، که حالا ابزارهای چابک در واقع اونجا بتونه به ما کمک بکنه. اینجا بود که ما برای موضوع تحول دیجیتال رسیدیم به ابزارهای چابک که توی اون جریانایی که توی دنیا وجود داره. خب موضوع اسکرام که در واقع باز از همون بچهای آیتی متولد شد، به عنوان یک تولز در واقع خیلی متداول شد در حوزه آیتی. بعد چه می‌دونم اسکرام مستر، انگار خودشون هم متوجه شده بودن که یه مستر هم نیاز داره. این وقتی این کلید واژه میاد انگار هی داره این ابزار تکامل پیدا میکنه، انگار داره به موضوعات مدیریتی و ساختار مدیریتی نزدیکتر میشه، تا اینکه بالاخره از بین همه اینها ابزارهایی که مدعی این بودن که ما میتوانیم یک ساختار منسجمی بدیم به موضوعات چابک. ابزارهای زیادی رو ما مطالعه کردیم. نهایتاً اونی که به نظر اومد بیشتر میتونه انطباق داشته باشه با سازمان‌های بزرگ در واقع اسکیل اجایل فریمورک یا سیفه. سیف خب یه پیشینه‌ای هم در جایی مثل آمازون و اینها داشت. ابزاری بود که بالاخره شرکت‌های بزرگی که موضوع نوآوری و تغییرات براشون مهمه توش تجربه داشتن و بنابراین میتونست اقتباس خوبی باشه. منتها حالا دوستان شاید آشنا باشن، شاید برن بعد از این صحبت‌ها مطالعه بکنن. ابزار بسیار وسیعیه، یعنی خیلی نقش‌های متعدد داره، فرایندهای مفصلی رو توضیح میده که خب شاید خیلیش به درد همه سازمان‌ها نخوره، خیلیش با توجه به دوره بلوغ اون سازمان شاید تناسب نداشته باشه. ما خب مشاوره گرفتیم و نهایتاً یه حداقلی رو ما در نظر این چیزی به شما بگم، خود تو حوزه استارتاپ‌ها موضوع MVP خیلی کلیدواژه متداولیه، اون کمینه‌ای که کار میکنه. به نظر میاد که اینجا هم حتی توی استفاده از این فریمورک‌های پیچیده میشه به یه MVP بسنده کرد، یه کمینه‌ای که کار میکنه.
اینجا بود که ما با اپروچ MVP در واقع یادگیریمون از بچهای استارتاپ اومدیم سراغ ابزارهای پیچیده مثل سیف و 5 تا نقش رو در واقع ما انتخاب کردیم توی این سفر. خب خیلی متعدد نقش هاش. 3 تا نقش اصلی داره که اینها با همدیگه یک در واقع موتور اصلی توسعه رو و موتور اصلی تحول رو میچینن. یکیش بیزینس اونره که میشه مالک کسب و کار، یکیش پروداکت منیجره که میشه مدیر محصول، یکیش پروداکت اونره که میشه مالک محصول. مالک محصول از آخر شروع میکنم. مالک محصول یا پروداکت اونر یا پی او از جنس بچه های تکنولوژی هست، یعنی اینا تکنولوژی رو میدونن. پروداکت منیجر یا مدیر محصول از جنس حالا کلیدواژه باریستا رو ما استفاده میکنیم. اون دونده‌ایه که اجزاء این ذی‌نفعان رو میخواد به همدیگه وصل بکنه. اینا خیلی این یه باریستا که داخل کافی شاپ اصلا کلیدواژه‌ش هم همون به نظرم خیلی خوبه. همه چی برات میزنه، از انواع قهوه، انواع شیک، انواع نوشی سر یا دونده است. انگار ذی‌نفعان مختلف رو این پروداکت منیجر کنار هم میچینه. و بیزینس اونر کسی که مالک اون کسب و کار به لحاظ سود، به لحاظ زیان، به لحاظ ولیو استریم. در واقع این کلیدواژه ولیو استریم هم از ابزارهای سیفه. در واقع اون ارزشی که میخواد برای مشتری، حالا مثلا در صنعت بیمه موضوع خسارت، موضوع سهولت صدور، موضوع کارشناسی ریسک، اینا همه ولیو استریم. مثلا در بانکداری فرض کن تسهیلات، برداشت و دریافت، اینا میشن در واقع ولیو استریم، اجزای ولیو استریم. بیزینس اونر ولیو استریم رو به عهده داره که من چه در واقع ارزشی رو میخوام خرج بکنم. البته تو چارچوب سه ولیو استریم رو تو لایه بالاتر میبرن. ما در واقع تو اون MVP که داشتیم ولیو استریم رو محول کردیم به بیزینس اونر. پروداکت منیجر اون کسیه که در واقع متولی تجربه مشتریه، یعنی اون اگر ما قیف مشتری رو در نظر بگیریم، اون کسی که میدوه ذی‌نفعان رو با هم دیگه چفت و بست درست میکنه تا بتونه تجربه مشتری رو بهبود ببخشه، چرن ریت رو بهبود ببخشه و نهایتاً بتونه حالا تو نهایت اون فانل یا قیف مشتری تکرار خرید بیاره. و اون در واقع مدل کسب و کار رو اون باید دور هم جمع بکنه اجزایش رو که بتونه تجربه مناسب بیاره. و پروداکت اونر یا مالک محصول اون جنس تکنولوژی قضیه است که رابط با دیولوپراست. اون کسیه که زبون بیزینس رو میفهمه، میتونه اون مفاهیم رو تبدیل به بکلاگ هایی بکنه که اون بکلاگ ها رو حالا بچهای دیولوپر میتونن از تو کانبان یا هر ابزاری بردارن و براش مطابق با پوینت هایی که دارن تو اون موعد هایی که مشخصه در واقع بتونن اون مسئولیت خودشون رو به سرانجام برسونن. یکی از چیزای جالبی که چابک داره و به نظرم یک در واقع این سری مفاهیم درخشانه توی ساختار، اونم اینه که تو چابک ما زمان رو فیکس میکنیم که بهش میگن کدنس یا ضرباهنگ و افراد تو اون زمان فیکس شده حالا میگن ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. که حالا سیف یه زمان پی آی 2 تا 3 ماهه داره که میشه پروداکت اینکریمنت های ما که در واقع 3 ماه 2 تا 3 ماهه و یه سری ضرباهنگ های اسپرینت هایی داره که میتونه 1 هفته تا 3 هفته در واقع جابجا بشه که البته میتونه تا دیلی هم بیاد، یعنی میتونه به روز هم بکشه. تا معمولا اسپرینت هفته بهترین نوع در واقع اسپرینت محسوب میشه که تیم دور هم جمع میشه، با هم دیگه تبادل میکنن و این ضرباهنگ میره جلو. این کدنس یکی از اون مفاهیم بسیار کارآمدی که تو چابک اومده. یعنی من به جای این که بیام فعالیت ها رو بچینم و زمان بدم به فعالیت ها تا بعد ببینم نهایتا این بر اساس مسیر بحرانی چقدر این زمان طول میکشه که این یه کار متعارف تو واترفال هست،
این معکوس عمل میکنه، چون نمیدونه که افقش چیه، اصلا نمیدونه میخواد به کجا برسه. میاد 3 ماه فیکس میکنه که توی صفرش میگم پروداکت اینکریمنت. بعد میگه آقا ما تو این 3 ماه میخوایم چه فیچری، چه ولیوی برای اون مشتری داشته باشیم و همینم توی منطقه تسته، تو منطقه آزمونه. و نهایتا افراد میگن حالا که ما میخوایم تو این 3 ماه متعهد شدیم به اینکه تو این 3 ماه میخوایم این فیچر رو بیاریم بالا، این ورژن رو میخوایم بیاریم بالا، نهایتا میاد و این رو توی اسپرینت ها خورد میکنه و افراد متولی میشن پس ما اینقدر میدویم تا این بار رو زمین برداریم. و دیالوگی که اتفاق میفته تو تیم، که تو اون دیالوگا آدم‌ها نهایتا تصمیم میگیرن، یعنی اون تیم تصمیم میگیره پس من اینقدر میتونم تو این 3 ماه بار بردارم، زمان فیکسه، من چقدر میتونم بار بردارم. و این تو دیالوگ در واقع میاد و روشن میشه که آدما تو این 3 ماه چقدر مسئولیت یا بار برمیدارن، تا نهایتا در انتهای 3 ماه هم ما مکانیزمای رترو داریم که تو اون رترو میفهمیم چقدر خلاصه به هدف رسیدیم، کجا رو باید اصلاح بکنیم و اگر نیاز بود ما میتونیم همه اینها رو بازنگری بکنیم. اصلا ممکنه که مسیری که رفتیم غلطه، ممکنه اصلا باید کل اون داستان رو بریزیم دور، در واقع اون منطقه کیل میکنیم، اسکیلاب میکنیم یا پیوت میکنیم، که معمولا توی منطقه چابک ما پیوت انجام میدیم، یعنی بعد بریم جایی رو اصلاح بکنیم و دوباره برای 3 ماه بعدی این کار انجام میشه. فکر میکنم ما حدودا 15-20% سیف رو با این بازی‌ها در واقع به عنوان ساختار مطلوب توی اینجا پیاده کردیم. موضوعات ساختاری رو به اندازه‌ای که میتونستیم با رویکرد MVP، با رویکرد مینیمم و خودش رو به عنوان یک موجود متولد کردیم که تو چارچوب سیف توضیح دادم. اما یه بخشی داریم که بهش میگم بخش نرم مدیریت، که توی ادبیات اینه که بخش نرم مدیریت از ساختار سخت‌تره، برای اینکه اون جاییه که میرسه به تغییر رفتار. این مثلا حالا من گاهی سر کلاس به بچه‌ها اینو میگم، میتونم به شنونده‌ها این توصیه رو بکنم. مثلا ببین من موام رو از سمت راست به سمت چپ شونه میکنم. یه امتحان بکنید، مثلا سعی کنید که یه روز موهاتون، حالا مثلا مثل من اگه باشه، موهامون از چپ به راست شونه بکنن. بعد کلافگی رو اونجا تجربه میکنه. خیلی کار ساده یا این رفتار خیلی ساده است، اصلا پیچیده نیست، همه چیش روشنه. من موامو از سمت راست به چپ شونه میکنم. حالا امروز یه روز میخوام موامو از سمت چپ به راست شونه کنم. مثلا یه دفعه من چون همیشه اینجوری میکنم، بعد مثلا اگه موام از این ور باشه وقتی اینجوری میکنم موام ژولیده پولیده میشه، که اون روزی که مثلا میخوام جلو آینه قرار بگیرم همش فکر کنم بعد اینجوری باشه. یعنی یه رفتار وقتی به این سادگی اما میخواد تغییر بکنه، متوجه کلافگی ما میشیم. تو رانندگی خب تو ایران در واقع فرمون سمت چپ، اون دوستانی که تجربه توی انگلیس یا مثلا حالا اون تجربه من تو مالزی، آدم دیوونه میشه اصلا، همش فکر میکنه در حالی که چیزی نیست، فقط فرمون اومده این طرف. این برمیگرده به اون کلیدواژه بخش سخت مدیریت. بخش سخت مدیریت خب از روانشناسی وارد مدیریت شده، اون جایی که ما میخوایم حالا یک تغییری در رفتار نشون بدیم و خودش رو توی مفاهیم رهبری خیلی نشون میده اخیراً. مثلا اگر با این توصیه رو میتونم بکنم، کتاب رهبری از بالای خط یک متن فوق‌العاده در مورد همین موضوعات لیدرشیپه که عقبش موضوعات روانشناسیه، که اونجایی که من میخوام منعطف بشم و رفتارهایی که برای من سازنده تره داشته باشم، کجاها رو باید دست بزنم، که 15 تا پیمان داره که حالا من احتمالاً تو این نشست به بعضیش اشاره میکنم. خب پس ما کلیدواژه‌مون بود یک پروژه‌ای داشتیم، پروژه تحول دیجیتال. اون تحول همین تغییر است، تغییر مثل همین حالت نور از این ور به اون ور شونه کردن.
حالا ما میخوایم موضوع دیجیتال که به مراتب پیچیده تر از یه دونه شونه کردن موه رو بیایم و توش تحول، توش تغییر ایجاد بکنیم. خب معلومه که کجاها گیر و گرفت اتفاق میفته، کجاها تو دست و بال هم دیگه هستیم، کجاها ما نمیتوانیم انعطاف پذیری رو زندگی بکنیم، کجا همش داریم به هم تنه میزنیم، کجاهی به هم لطمه میزنیم در حالی که شاید تو حالت عادی اینجوری نبود. این رو آوردم، نمیدونم حالا دوستان اگر بتونم من به لحاظ توصیفی. این تیم اصلی تحول دیجیتال که شما اینجا الان میبینید اسمشون هم هست ماستای سامان. اگه روش رو ببینید در واقع خیلی جالبه. این کسایی بودن که تو اون هسته دور ما جمع شدن. یکی از الگوهای تحول دیجیتال، کلا تغییر، یکی از الگوهای تحول مال یه آقای به نام جان کاتر، کتابی داره به نام شتاب. ایشون میگه بعد شما اول یه هسته باورمند در واقع داشته باشید، هسته باورمندی که به اون تغییر متعهدن. ما این هسته اول رو دور هم جمع کردیم، این یادگاری اون نشست هایی که با هم دیگه داشتیم و براشون دوره هایی گذاشتیم از جنس دوره هایی که میخواد طرف رو توسعه فردیش کار بکنه. این قرار ذهن متفاوت باشه، قراره که ما بتوانیم تغییر رو تجربه بکنیم و توی اون کامفورت زونمون گیر نکنیم، بلکه بتونیم تجربه های متفاوتی داشته باشیم. این در واقع تو این فضا دوره هایی طراحی کردیم، چون بالاخره ابتدای تغییر از آموزش شروع میشه. توانستیم کوچ‌های خیلی خوبی رو پیدا بکنیم. من قبلا خودم دوره‌های کوچ‌ها رفته بودم، اینا اومدن کنار ما قرار گرفتن، دوره‌هایی رو برای دوستان طراحی کردیم. با در واقع نویسنده مترجم کتاب رهبری از بالای خط آقای قائنی جلسات اونجا طراحی کردیم. ایشون هم دوره‌های خوبی رو در واقع اینجا برگزار کرد. مایندست تغییر کرد. یه جمله معروفی همین جیم دسمر تو کتاب رهبری از بالای خطش هست که میگه بهترین در واقع رفتار بودنه. میگه بهترین رفتار بودنه. اشاره به اینه که من یه نوع بودنی دارم که این رفتار، مثلا شما میگن آقا برای که شنونده فعال باشی مثلا با آدم نگاه میکنی، کلتو بالا پایین میکنی، بعد دقت میکنی، بازخورد میدی. این در واقع تکنیکای گوش دادن فعال. اما کسی که در بودن خود شنونده فعاله، مثلا فرض کن که من مادر بزرگی داشتم، این مادر بزرگ من این اساساً شنونده بوده، این هیچ کدوم از این تکنیکا رو بلد نیست، بودن شنونده است. این در واقع بنابراین تکنیکا زمانی به کار ما میاد که من بودن متفاوتی داشته باشم که این بودن اون جنسش باورهاست. یعنی کسی که مثلا کسی که تو مایندست خودش حق با منه یا به قول جیم دسمر محق بودن رو تجربه نمیکنه، بلکه کنجکاوی تجربه میکنه. این در واقع یکی از نوع بودن دیگه. مثلا آدمایی که فکر میکنن تو همه چیز حق با اونهاست، آدمایی که محق میدونن خودشونو و میگن آقا درست این است بعد بریم این کار انجام بدیم. خب این بله اگر این باشه که هیچ تغییری نمیتونه باشه، چون شما درست همین است و باید من اپلیکیشنم این گونه باشه، من باید مدل کسب و کارم این گونه باشه. خب این دیگه نمیتونه. اگه کسی محقه دیگه ما نمیتونیم تغییر رو تجربه بکنیم. نقطه مقابل محق بودن کنجکاویه. میشه جوری دیگه هم باشه؟ میتونست این نوع دیگه نتیجه متفاوتی بده؟ چرا تا حالا من راجبش اینجوری فکر نکردم؟ چطور میشه حرف اون نفرم درست باشه؟ سوالاتی از چطور، این در واقع کلید واژه‌اش وکیل مدافع دیگری شدن. یه نظری من دادم، یه نظری شما دادی. یه لحظه بگم حرفش چجوری میتونه درست باشه؟ با چه مفروضاتی حرف اون درسته؟ همین که من به جایی که خودم محق بدونم برم در کنجکاوی که دیگری چگونه میتونه حرفش درست باشه، اون وقت این هسته یک تیم خلاقه.
اگه من قرار شد تجربه متفاوتی داشته باشم، اپلیکیشن متفاوتی داشته باشم، اون تیم پروداکت منیجر، پروداکت اونر، بیزنس اونر دور هم بشینن، اگه صاحب تکنولوژی خودشو محق بدونه، پروداکت منیجر خودشو محق بدونه، بیزنس اونر خودشو محق بدونه، که این تیم دور هم جمع نمیشه. این تیم به خودش اجازه اشتباه نمیده. پس این هسته تیم ضرورت داره اول از عاج پادشاهی بیاد پایین، به جای اینکه خودش رو صاحب حق بدونه، خودش رو کنجکاو تلقی بکنه، بره سراغ سوال کردن. این کتاب کتابای آدام گرانت، دوباره فکر کن، ته این بازی هاست که در واقع من چگونه میتونم متفاوت فکر کنم که اصلا پایه در واقع دوباره فکر کن و نوآفرینی تو همین مفاهیم قرار میگیره. اینقدر آدام گرانت متفاوت فکر میکنه که میگه من تو همین کتاب چیزش میگه یه مقاله داده بودم که آدیت بکنن توی پیپری چاپ بشه. اون ایراد گرفته بود، اون در واقع چون اینا به صورت بلایند، به صورت نابینا در واقع آدیت میشه، بهش گفته بود کتابای آدام گرانت رو برو بخون، آثار آدام گرانت رو بخون، حرفت غلطه. خودش حرفش عوض کرده بود، یارو اون ممیزه گفته بود برو کتابای اون بخون، تو اشتباه داری میگی. من توی این کتاب دیگه ببین داداش، من خودم آدام گرانتم، حرفم عوض شده، اون حرف 2 سال پیش نبوده. ببین این پویاییه، این که حتی آدم خودش رو هم محق نمیدونه که چون من 2 سال پیش یه حرف زدم بعد با اون دست فرمون برم جلو. اینا اتفاقات نوع بودن ماست، نوع انعطاف پذیری ذهنی ماست و آدمی میتونه در واقع رفتارهای منعطف داشته باشه که بودنش منعطف باشه و این اتفاقایی بود که حالا از این قبیل اون داستانا ما در واقع بچه‌ها رو فرستادیم توی مسیری که اون بخش سخت، اون ایگوها، اون باورهایی که آدما محکم میچسبن، به قول مولانا به واسطه تعصبشون، به واسطه خامیشون این تعصب رو تجربه میکنن که اگر طرف پخته باشه درخت رو رها میکنه، در واقع میوه کال محکم درخت رو میچسبه، اگر رسیده باشه خودش به راحتی اونها رو رها میکنه. در واقع این اتفاق رو ما رقم زدیم. یه جمع‌بندی میکنم توی تحول و اون پروژه تحول، موضوعات ساختاری در کنار موضوعات رفتاری، که موضوعات رفتاری به باورها و نوع بودن ما و نهایتاً اون روشی که به نظر میاد روانشناسا خیلی جلوتر از ما ابزارهایی دارن که ما میتوانیم ازشون کمک بگیریم و کیفیت رهبریمون رو ارتقا بدیم، تحول متفاوتی رو تو سازمان رقم بزنیم که ما به اندازه رضایت خودمون در واقع این رو اونجا تلاش کردیم جاری بکنیم. بخش آخر این اپیزود رو با شما مرور بکنم و این بخش شاید بخش یک کمی تلخ باشه، تجربه درونی ما عرض میکنم. میتونم با قول این سریال دیسیز آس میگفت اگر هستی بهت یه دونه لیمو ترش داد، مهارت اینو داشته باش که باهاش یه لیموناد خوشمزه درست بکنم. یعنی از این زاویه شاید، حالا چون خودم دلستر تلخ دوست دارم، شاید این تلخیه خودش یه پایه بشه برای یک نوشیدنی که برای من خوشمزه باشه. از این زاویه میخوام بهش بپردازم. آدم وقتی که اصلا گاهی اینجوری دارم فکر میکنم، گاهی داریم توی یه اتوبان با سرعت مثلا 120 تا، گاهی یه کوچولو هم نرم از بغل تا 140-150 تا بریم و این تصور رو داریم که ببین من چه راننده‌ایم، ببین چه لذتی داره، 120 و بیشتر دارن میرن. اما وقتی یه لحظه آگاه میشیم، مثلا چه موقع آگاه میشیم؟ ماشین پنچر بشه، جاده خراب باشه، امنیت یه جایی فراهم نباشه، بنزین تموم بشه، تازه متوجه میشیم این من نبودم که داشتم با این سرعت بالا میرفتم، یکی بوده جاده رو درست کرده، یکی بوده این ماشین رو درست کرده، یک کسی بوده سوخت فراهم کرده، یه آپاراتی بوده اگه من پنچر میشدم ماشین من پنچریشو میگرفته. یعنی با قول دنیل کانمن که میاد میگه که مربیایی که دستاورد یا بازیکنای حالا فوتبال اینا که یه دفعه دستاورد عجیب غریب دارن، میبینید تو دوره بعد نمیتونن اون رو محقق بکنن.
میگه این علتش فاکتورهای ناشناخته‌ایه که ما فکر میکردیم همه چیز به اونهاست. میگه حالا کیسی که خودش مثال میزنه، مثلا میگه ما دوست داریم که سرگئی برین و لری پیج بگیم اینا بودن که گوگل آوردن بالا، در حالی که کلی اتفاقات محیطی بوده که اینها در لحظه مناسب در جای مناسب بودن. و وقتی که ما چون اینا آگاهانه نیست، اینا انتخاب ما نبوده، ما یه دفعه تو اون بستر در واقع وجود داشتیم، زمانی میفهمیم که اونا میرن، یه دفعه میبینیم اون وجود نداره. مثلا که حالا جالبه براتون، ما تحول دیجیتالمون درست همزمان شد با کرونا. موضوع دیجیتال، موضوع غیر حضوری و اپلیکیشن هایی که غیر حضوری هستن و خیلی پررنگ کرد. ما آگاه نبودیم به این اما ضرورتش وقتی کاهش پیدا کرد، حمایت و جدیت اون آدم ها تغییر کرد. ما فکر میکردیم یه آدمی این تخصصش کافیه و فکر میکردیم حالا این اگه دیولوپره، اگه مثلا یه نقشی داره، اما این آدم یه دفعه دیدیم به سقف تخصصش رسید و دیگه نمیتونست بیش از اون حل مسئله بکنه. ما تصور این بود که این کفایت میکنه، این منبع کفایت میکنه، اما این منبع به سقفش رسید و دیگه نه. مثلا مثل این یه سری ریل ها، قطارها هست که مثلا تا 90 کیلومتر، اگه بخواد مثلا قطار 200 کیلومتر بره باید یه ریل دیگه ای داشته باشه. و ما توی موضوعات انسانی تا وقتی که به اون سقف نرسه نمیتونیم بفهمیم این آدم یه اصل بی‌کفایت پیتر هست. میگه سازمان ها پر آدم های بی‌کفایتن. علتش اینه که آدم ها هی رشد میکنن، دیگه وقتی رشدشون تموم شد درست تو پوزیشنی قرار میگیرن که دیگه کفایت رشد بالایی رو ندارن. بنابراین سازمان ها همیشه پر از آدم های بی‌کفایت در پوزیشن های، برای اینکه همه بر اساس عملکرد تو پوزیشن قبلی رشد کردن اما سنجشی برای پوزیشن بعدی نداشتن. این در واقع کلیدواژه تخصص به کار ما اینجا میاد. انگار ما وقتی کارا رو آوردیم بالا، آدما به سقف تخصصشون رسیدن و دیگه بیشتر از اون نمیتونستن رشد بکنن، که این در واقع باعث شد که باز رشد متوقف شد. ایگو خیلی مهمه. یعنی الان مثلا ما اینجا که شما دور هم جمع شدیم، شما خب و کامنت ها یه جوری داره از نورعلیزاده تقدیر میکنه. خب این خیلی کیف میده دیگه، خیلی جذابه و این توهم ایجاد میکنه که نورعلیزاده این کارا رو انجام بده، در حالی که با همون داستان دنیل کانمن ما کلی فاکتور بوده. با اون مثال کسی که داره رانندگی میکنه، شاید اون کسی که داره رانندگی میکنه کمترین جزء در تمام این سیستم پیچیده خودرو و امکانات زیرساختی و امنیت اوناست که داره رانندگی میکنه. دیگه من راجع به این سلول ها و پیچیدگی اکسیژن و نمیدونم انرژی رو تو بدن جاری میکنه، دیگه راجع به اینا صحبت نمیکنم. یعنی وقتی ما از این نگاه آگاه میشیم، متوجه میشیم که انگار من یه جزئی از یک سیستم پیچیده. جیم دسمر تو کتاب رهبری از بالای خط 4 لایه رو مثال میزنه. یکی میگه برمن که کودکان تو این وضعیتن، یکی میشه به وسیله من که من توضیحاتم انگار این بود که به وسیله من این کار انجام شد، اما میاد تو لایه از طریق من که من آگاه میشم، من فقط انگار یه واسطه‌ای بودم که یه امکانات جاری بشه بیاد، و تو مرحله آخر میگه انگار من اصلا منی نبودم، این انگاری من بودم، یه ذره بودم که اتفاقات توش افتاد. لحظه های به قول دکتر شیری، اون لحظه هایی که شب تاریک روح اتفاق میفته، اگه آدم آگاه بشه میفهمه که بابا اون موقع من نبودم، انگار من بودم، انگار اون ایگوه انقدر بزرگ شده بود که یا فکر میکنم به وسیله من بوده، یا دیگه خیلی متواضع میشم میگم از طریق من یه اتفاقی افتاده. اما وقتی آدم به این همه اجزای پیچیده آگاه میشه، متوجه میشه که نه بابا از طریق تو هم نبوده، بلکه تو انگار من یه جزئی بودم.
اینا در واقع اون چیزایی که وقتی که ما بعد از 2-3 سال کسب تجربه برای تحول دیجیتال باش مواجه شدیم، این آگاهی رو برای من داشت که پس ما کلی فاکتور داشتیم که این فاکتورها به ما هم تو موضوعات رفتاری هم تو موضوعات ساختاری من آگاه نبودم و اینها منجر به اون دستاوردها شده که حالا میتونم به بعضیش آگاه بشم. میشه آدم متواضع‌تر باشه و بدونه که یک انگار او بوده و در این حال بوده ها، چون سطح اول که برمنه یعنی تومیه، آدم ها خودشون رو منفعل میدونن، فکر میکنن همه بدبختی ها به اونها عارض میشه. سطح آخر که انگارمنه خیلی شباهت داره با اون اولیه، اما تو 2 ساحت مختلف. اولیه از جنس کودک معصومه که فکر میکنه همه عارض میشن بر اون، اما آخری از جنس یه آدمیه که معرفت پیدا کرده به سازوکارهای هستی و میفهمه که در این حال که باید کنش بکنه اما متواضع و میدونه که این کنش او نبود بلکه یک جزء بود از کل این اتفاقایی که در واقع به اون عارض شده بود. اینجا این آگاهی رو بعد از اینکه کار در واقع افت کرد برای ما داشت که، یعنی برای من به عنوان یک بازیگر داشت که خب حالا این رترو کجاها تخصصا به سقفش رسید، کجاها رفتارای حمیدرضا شماره 2 به سقفش رسید. من اگر اونجا رفتار دیگه‌ای نشون میدادم یکم عمیق‌تر، اگه من نوع بودن متفاوتی داشتم، مثلا چطور شد با اون هم تیمیم دچار چالش شدم؟ چرا اینقدر به تیپ و تار هم دیگه زدیم؟ چرا اونجا من محق بودن تجربه کردم و میخواستم اون رو بیارم تو مسیر خودم قرار بدم؟ این در واقع به من این آگاهی رو داره. پس اونجا ایگو داره فعال میشه، اونجا منیت داره فعال میشه، اونجا به جای که من راجع به یک قصد فکر بکنم، این نوع بودن منه. انگار متوجه قصدم بشم که تحول دیجیتاله، متوجه خواسته ها میشم و اون ایگو میشم و میخوام اون آدم بیاد ولو اینکه تیم ببازه اما حرف من تایید بشه. یه تجربه ایگو داشتم که من گفت پرسپولیس میبره یا میبازه چند سال میشه. گفتم که بازی مساوی میشه، تو ضربات پنالتی پرسپولیس میباز. حالا من یه پرسپولیسی ضمن احترام به همه استقلالی‌هاشون این اتفاق که افتاد این بود. خب من یه پیشبینی کرده بودم بازی مساوی میشه، پرسپولیس تو ضربات پنالتی میبازه. من به لحاظ علاقه داشتم پرسپولیس ببره، اما وقتی این پیشبینی من محقق شد لذت بردم که پیشبینی محقق شده. یعنی چون حرف من برنده شده، اون حالا توی اون سن کودکی اون تیم محبوبم رو میفروشم، اما همین که حرف من درست در میاد ولو اینکه تیم محبوبم ببازه برای من ارزشمند میشه. این در واقع بازی ایگوه. ایگو حاضر ببازه، ایگو حاضر قصدش محقق نشه اما حرف اون درست از آب در بیاد. نه موضوعات رفتاریه که عرض کردم مثلا با سرعت 80 کیلومتر این ریله جواب میداد 90 کیلومتر، اما وقتی سرعت میره رو 200 کیلومتر این ریله جواب نمیده. انگار ما یک نوع بودن دیگه ای نیاز داریم. به لحاظ تخصص و مهارت هم احتمالاً همینه دیگه. مثلا من یه مهارت آیتی دیگه ای نیاز دارم، یه مهارت ابزاری دیگه ای نیاز دارم توی حالتهای ابزاری که اون اتفاق بیفته. جمع‌بندیم اینه که وقتی سیستم به سقف داشته های خودش میرسه که این میتونه هم از جنس تخصص و ابزار باشه هم از جنس رفتار باشه، رشد نمیکنه و ممکنه کله بکنه. و این آگاهی رو از این جنس ها برای من داشت که کجاها نوع بودن من نیاز به بهبود داشت، کجاها در واقع باید برم، چون منم به بیکفایتی خودم رسیدم و میشه گفت تیم ما به بیکفایتی خودش رسید.
حالا اگه قراره بریم یه سقف بالاتر، ضرورت داره که بیایم یه اتفاق دیگه‌ای بعد توی نوع بودنمون و ابزارامون رقم بخوره تا بتونیم به یه لول بریم بالاتر. امیدوارم این مجموعه 3 تا اپیزود مفید بوده باشه. من جا داره یه بار دیگه از تیم پادکست در واقع تشکر بکنم از جناب طباطبایی که واسطه فیض بودن که این اتفاق بیفته. آشنایی با شما برای من سعادت بود. قربان شما، متشکرم.